به نام خدا. سلام دوستان، امروز میخوام یه قفل 4 لول یا 4 شاخ حالا وصل کنیم به این در. ببینید وقتی قفل باز میشه 4 تا زبونه با هم میاد بیرون، وصل میشه به این قسمت در. حالا من موقع کار بیشتر روند نصبش موقع کار بیشتر با هم میبینیم. اول از همه اون قسمت در قراره بذارید اون ماژیک که علامت بذارید فقط جاش مشخص بشه، همین. برش بزنید جاشو در بیارید، قفل رو جا بذارید داخل، جای پیچا رو باز میکنیم و در نهایت توش رو میپوشیم و سوراخ‌های جای کلیدش رو باز کنیم. حالا بریم ادامه کار ببینیم. دریچه باز شد، دریچه قفل. حالا اگه دیدید جا نمیره ما فقط جاشو بازتر میره، اگرم جا رفت که هیچ دیگه. برای این خود جا نمیره، این منظورم یه خود جاشو بازتر. این گفت جا رفت. حالا جای سوراخاشو باز میکنیم و بقیه کار. یه دونه سوراخ جای پیچ اینجا داره. این سوراخ داخلی بذار من اول خود آزادش کنم. این سوراخ داخلی خیلی مهمه، اینو دقت کنید. ما چون هدفمون اینه که فقط به اندازه کلید باز شه، نه این 1 میل از هر طرف بزرگتر، نه بیشتر. که هم دیپ نداشته باشه و هم مقاوم باشه. به خاطر این سوراخ خیلی مهمه، اینو دقت کنید دقیقاً سر جاش بس باشه. حالا روشش الان بهتون میگم چجوریه. خب همونطوری که دیدین اول قفل بستیم سر جاش. حالا روش مشخص کردن سوراخش از اون طرف. این الکترو رو کاملا تیزش بکنید، بذارش داخل این سوراخ جای کلید و رو در علامت بزنید. حالا اینو با یه مته ریز اول یه سوراخ باز میکنید. فقط یاد باشه مته‌تون درشت نباشه، این خیلی مهمه. اول ریز. حالا با یه 20 یا 20 یا تصمیم حالا هر چی که داریم دور اینو میذاریم میبندیم. خب و روش یه دونه ورق میچسبونیم. حالا به این قسمت ورق میذاریم، این ورقش رو هم گفتیم یه ورق میذاریم و کار تقریبا تمام میشه. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا، موقعی که می‌خوایم ورق رو بذاریم برای اینکه دقیقاً ورق بیفته روی سوراخ قفل اول علامت بزنید، سوراخش بکنید و بعد تنظیمش کنید. از سوراخ این ور علامت بزنید. قفل رو دوباره بریم سر جاش. خب حالا اینو تنظیم میکنیم، بریم سوراخ قفل و خالش رو میزنیم. حالا هر مته‌ای که به این بخوره میندازیم. این مته چی دارم من؟ 1 میلم بزرگتر باشه بد نیست. سوراخش یه ذره گشادتر بکنید به اندازه کلید. اینم از این. حالا جاش هم توی در میاریم، خطا یه شیلو در جاش در میاریم، تنظیم که لقم نزنه، یه ذره هم آزاد باشه. اولا که حالا جاش رو در میاریم دیگه کاری نداره، خودتون میتونید این قفل رو باز کنید. قفل رو باز کنید، در رو ببندید.
جاشو خط بکشید، با آرامش باز بکنید جاشو، امتحان کنید، گشادترش کنید اگه تنگ بود دوباره امتحان کنید، اگه لغم زد درست کنید، نذارید خیلی بازی بکنید، در حد نیم میل حتی کفایت میکنه. اگه یه میل هم خوبه بزنید گفت کار خودشو بکنه. اینجاها رو محکم کنید، نه حالا خیلی 3 تا 4 تا خال بزنید کفایت میکنه. سنگ بگیرید و تموم. از این برم که فقط یه سوراخ دیده میشه، حالا بعدا نشون میدم با کلید. این که این ور ما ورق زدیم ضروری نیست، ولی بودنش بهتر از نبودنشه. دوز میاد این شرمیش کنه، اسید میریزه روی این گفت و قفلش شل میکنه و میتونه خیلی راحت انباژ رو باز کنه. پس این وقت دیگه این تاثیر نداره. این ورش حتما ورق بزنید، جای سوراخشو باز کنید چون کلید یه ذره میزنه بیرون از گفت. سوراخشو باز کنید و یا علی